سلام و درود مجدد دوستان. امروز هم اومدیم ضربه‌گیر رو خودرو 207 نصب کنیم. از مشتریای سابق هستن که قبلا رو خودروهاشون نصب کردن. این خودرو صفره، البته صفر نیست، مدل 97 فیسش انقدر ترتمیز و ماشاءالله خیلی خوب هست، هر کی نگاه کنه میگه خودرو صفریه. مدل 97 کم کار، ترجیح بر این بود که قبل از اینکه این خودرو به سر و صدا یا جلوبندیش آسیب ببینه این کارو انجام بدن. با توجه به اینکه قبلا رو خودروهای سابقشون این کارو کردن و نتیجه گرفتن، الان هم گفتن این کارو انجام بدیم. میگن که پیشگیری بهتر از درمانه. شما الان جلوی این کارو بگیری با وجود یه ضربه‌گیر روی کمک فنر، باعث میشه از خرابی کمک، جلوبندی، دست موتور و خیلی مسائل دیگه که رو خودرو پیش میاد جلوگیری کنی. من ضربه‌گیر رو خودرو نشونتون میدم که شما هم ببینید اینکه کجا نصب شده. ببینید قشنگ نصب شده تو لول فنر، خیلی زیبا. مرسی، ممنونم ازتون. خدا امروز ضربه‌گیر رو نصب کردیم رو خودروی آقاوطن، خودروی 207 زیباشون. سلام عرض می‌کنم، درود بر شما. بفرمایید یه توضیح بدید، ممنون میشم. قربان شما. این سومین ماشینیه که ما این بافرای برسامو نصب می‌کنیم. بعد حالا با توجه به اینکه لاستیک‌های ماشین منم یزد، خیلی لاستیک‌های خوبی نیست، ولی حدود 30% میشه گفت نرمی ماشین بیشتر شد، اون کوبشاش واقعا گرفته شد و اینکه من که خیلی راضیم. بسیار عالی، ممنون از شما. آقا شما خودروهای قبلیتون چه خودرویی بود؟ روی مازدا 3 بود و مدل سراتو وارداتی. و کیفیت رو اونها چطور بود؟ حالا خب سراتو که ماشین نرمتریه به نسبت مازدا، ولی خب مازدا 3 که خیلی خشک بود و کوبش داشت، من خیلی راضی بودم. بهتر. خیلی تاثیر زیادی داشت. ولی خب روی این ماشین مالا با توجه میگم بازم به این لاستیکاش حدود 30% بهتر شد، از اون خشکیش، از اون حالت خشک در اومد واقعا. در مورد گارانتی قطعه اطلاعات داری؟ والا به من گفتن 3 سال گارانتی داره، ولی هیچ وقت استفاده نکردیم واقعا از گارانتی. لازم نشد استفاده کنیم، ولی گفتن این کارت گارانتی که به رو اون ماشین قبلی به من داده بودن 3 ساله بود. قطعا همینطور. عمر مفیدش هم 5 سال هست که روی خودرو میتونه استفاده کنی. حالا این قطعه اگه بخوای پیشنهاد کنی به دوستانمون که ویدیو شما رو دارن میبینن، چه پیشنهادی میتونی بکنی؟ خب خیلی رانندگی لذت بخش تری رو ایجاد میکنه این بافر و قاعدتاً به تمام کسایی که میخوان رانندگی نرم تری داشته باشن، لذت بخش تر داشته باشن، بهشون پیشنهاد میکنم که کاملا به نظرم ارزششو داره با یه هزینه خیلی معقول و همین که خب عمر جلوبندی هم میبره بالاتر، خب قطعا پیشنهاد میدم. بسیار عالی، کاملا درست. ممنونم ازت. خواهش میکنم، ممنون از شما. امیدوارم که لذت ببرید. قربان شما، ممنونم. مرسی، همچنین قربان.